سلام، اسم من سباه. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد اینکه چه وسیله‌ای با خودمون به آلمان بیاریم باهاتون حرف بزنم و اینا صرفاً وسایلی هستش که موقع که من اومدم با خودم آوردم. البته همه اینا نظر شخصی من هست، حالا خودتون میتونید با توجه به شرایطی که دارید اینا رو کم و زیاد بکنید، ولی به نظر من اینا چیزایی هستش که به نظر من هر کسی که میاد آلمان مهمه که حداقل بدونه که یه سری از آدما که اومدن اینجا بخره این چیزا همراهشون بوده. وسایلی که اینجا دارم بهش اشاره میکنم فقط چیزای کلی هستش. اگه میخوای لیست کامل رو داشته باشی پس حتما تا آخر ویدیو نگاه کن تا از لیست وسایلی که به نظر من باید بیاری اسکرین شات بگیری. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که بهترین کاپشنتون رو با خودتون بیارید. چرا میگم بهترین کاپشن؟ چون که کاپشنای ایران برای ایران ساخته شده و اینقدر گرم نیستش، ولی کاپشنای اینجا واقعا گرمه. البته بستگی به این داره که چه مارکی دارید، ولی اگه کاپشن هم ندارید اصلا هیچ مشکل نیست، میاد اینجا میخرید. به نظر من اینکه مثلا برید چند تا کاپشن از ایران بخرید نو بیارید اینجا نمیصرفه، بیاید اینجا به جاش پولشو بیارید و خودتون میتونید بعداً بخرید. یا مثلا کسایی هستن که از مناطق گرمسیر هستن و ممکنه که اصلا کاپشن نداشته باشن، نرید بخرید، میاد اینجا زود میخرید. یه کتی پلیور یه چیزی داشته باشید همون کافیه، چند روز باهاش سپری میکنید، بعد تا برسید میتونید به اینجا از همه مغازه ها هر چیزی که خودتون دوست دارید نسبت به بودجهتون بخرید. حالا من مثلا دو تا مارکی که از نظر خودم اینجا کاپشناش خیلی خوبه و خیلی به قول خود اینا دیشت هستش و به درد هوای اینجا میخوره، کیش ولنشتاینه که اسمشو براتون میذارم، یا وولقیش که حالا قیمتاشون متفاوت هستش، با توجه به بودجهتون میتونید خودتون بخرید. حالا مارکای دیگه هم هست ولی این دوتا اینجا خیلی معروفه به کیفیتشون و اینکه خیلی گرمه. و به نظر من اینکه آدم اولش یک کاپشن خوب داشته باشه هم هوا براش خیلی خوشایندتر هست، هم اینکه همش سردش نیست بیرون و به نظرم یه سرمایه گذاری درست حسابیه. همچنین بوت یا همون نیم بوت یا چکمه یا هر چیزی که میگید به نظر من اگه دارید بیارید، اگه ندارید میاد دوباره اینجا میخرید. مثلا من خودم چند سال پیش از دکتر مارتینز یه بوت گرفتم، باهاش کلاس هامو رفتم، هر فکر کنم یه 4-5 سال دارمش و همچنان خیلی خوبه، هیچ چیزیش نشده، بنداش هم حتی تا حالا عوض نکردم، با اینکه میتونم بگم 7-8 ماه در سال و من همش فقط اونو پام بود، چون خیلی راحته، اندازش خوبه، گرمه، واقعا همه چیش خیلی به قول اینجا یا اپتیماله. حالا بازم میاد اینجا خودتون میبینید، بعضا من اینکه اولش آدم یه پولیو بده بعدا حتما به نفعش تمام میشه، به جای اینکه مثلا برید هی 6-7 تا بوت مثلا 50 یورویی بخرید و در آخر واقعا گرم نباشه، هی بخواید سال دیگه یکی دیگه بگیرید، هی عوض بکنید، یهو از اول یه بوت خوب بگیرید تا براتون هم زیادتر کار بکنه هم کیفیت خیلی خوبی داشته باشه. وسیله دومی که از نظر من با خودتون بیارید اینه که یه بارونی با خودتون بیارید. البته همه اینا چیزایی هستش که اگه دارید، وگرنه نرید به خاطرش یه بارونی بخرید. بیاید اینجا هستش، از همه مارکی میتونید بخرید، ولی اگه دارید یه بارونی بیارید چون اینجا اکثرا هوا باد و بارونه. نکته سوم، یعنی وسیله سومی که نظر من هر ایرانی میاد اینجا با خودش میاره پلوپزه. البته نه همه ولی خیلی هم میان اینجا پلوپز با خودش میان، پلوپز پارس خزر. من خودم پلوپز 2 نفره آوردم و بعضا خیلی کار راه اندازه. حتی میتونید 2 تا قابلمه بیارید که مثلا دارم میگم توی یکیش برنج درست کنید، توی یکیش خورش. آره درست شنیدید، من توی پلوپز همه چیز پختم و واقعا هم خیلی خوبه، یعنی بعضا تفاوت خاصی با قرمه سبزی مثلا توی قابلمه یا توی زودپز مثلا اینا نداره، واقعا کارتون راه میندازه. اگه خیلی حساسید خب قابلمه اینا با خودتون بیارید، ولی از نظرم پلوپز با 2 تا قابلمه کافیه. نکته چهارمی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که سشوار، اتوی مو، اتوی لباس، هر چیزی اگه از اینا دارید خودتون با خودتون بیارید که اینجا الکی هزینه نکنید. البته اینجا خیلی گرون نیست، واقعا میتونید از هر برندی بخرید یا مثلا از ای کلاننسایگه دست 2 بخرید، ولی در هر صورت دارم میگم که اگه دارید با خودتون بیارید. البته اگه سنگین نیست چون میتونه وزنش خیلی براتون تاثیرگذار باشه دیگه. نکته پنجم
یا وسیله پنجم یه پتوی سفری یا پتوی مسافرتی. البته اینم بازم بستگی داره که شما کجا دارید میاید. اگه هتلینا هستید که خب نمیخواد بیارید، چون که روز اول بالاخره حالا هتل هستید دیگه، پتو میخواید چیکار؟ یا اگه مثلا می خونه خانواده فامیلی چیزی، بازم پتو نمیخواید، چون حتما یه چیز دارن که به شما بدن که باهاش بخوابید. ولی اگه خودتون نمیدونید هنوز کجا دارید میرید و چطوری خونه میخواید بگیرید، اون خونه مبله هستش نیستش، یه پتو سفری واقعا به نظر من جوابه. هم میتونید مثلا یه تیکش رو زیرتون بندازید، تیکش رو روتون بندازید، بالاخره خوبه دیگه، داشتنش بهتر از نداشتن. نکته ششمی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که با خودتون یه بشقاب، یه قاشق چنگال، یه لیوان و از این کفگیرهای چوبی، قاشق‌های چوبی برای همون ظرفای پلوپزتون بیارید، به تعدادتون بیارید. مثلا اگه زن و شوهری با هم دیگه میان، در هر کدومتون خب یه قاشق چنگال بیارید دیگه، و به نظرم اولش واقعا خیلی کمک میکنه. وسیله هفتم فلاسک برقی، یا مثلا اگه فلاسک هم نداری یه دونه از این لیوانایی که دیگه فکر کنم همه دارن تو خونه هاشون، اینجا بهش میگن ترموفلاشه، مثل فلاسک توش مثلا آب جوش یا مثلا قهوه یا چای یه چیز درست میکنه، با خودتون بیرون میبرید. اینجا خیلی استفاده میکنن. اگه فلاسک برقی هم دارید که چه بهتر، باش میتونید آب جوش بیارید و خودتون خیلی زود بر خودتون چای درست بکنید یا قهوه درست بکنید. یه نکته در مورد کتری برقی کوچیک بهتون بگم، توی آلمان بهش میگن واساکوخا، توی ایران راستش من ندیدم، اکثرشون دو طرفه هست، یعنی یه طرفش مثلا آبو میذارن جوش به، یه طرفش مثلا چایو میذارن دم بکشه، یا مثلا رو هم دیگه هستن. اینجا یه چیزی هست به اسم واساکوخا که فقط باهاش آبو جوش میارن. البته شاید من اون موقع که ایران زندگی می‌کردم خیلی تو جریان لوازم خونه و اینا نبودم، برای همین شاید نمیدونم، شاید هم هستش. منظورم از اوناست. اگه از اونا مثلا 2 نفرش هم دارید میتونید با خودتون بیارید. وسیله هشتم یه حوله برای دوش گرفتن. حالا نمیخواد حولتون حتما خیلی بزرگ باشه یا مثلا از این حولای پوشیدنی باشه. اینجور چیزا رو بعدا میتونید مثلا به خانواده‌تون بگید براتون بفرسته، یا سری دومی که خودتون رفتید ایران با خودتون بیارید. ولی یه حوله خیلی سبک، مثلا سایز متوسط که بتونید فقط دوش بگیرید و خودتون خوش بکنید کافیه. نکته نهم، دمپایی رو فرشی برای توی خونه، چون نمیدید دیگه شما کجا میخواید برید. البته شاید هم بدونید، ولی به نظرم وقتی که خونه خودتون رو بگیرید، خب ممکنه خیلی دلتون نخواد که همینطوری پا برهنه تو خونه راه برید، به خصوص اینکه اگه هم خونه داشته باشید ممکنه خیلی هاشون همینطوری با کفشای بیرون وارد خونه بشن. بنابراین خودمون مثلا ما حساس تریم، دوست نداریم، بنابراین خودتون بیارید. اگر ندارید هیچ مشکلی نیست، اینجا میتونید بخرید. نکته دهمی که تقریبا از همه شنیدم اینه که دفتر، خودکار، کلاسور، نمیدونم از این برگای پاپکو از اینا بیارید. آره اگه دوست دارید و اینکه خیلی به این حساسید که حالا چه شکلی باشه اینا، به نظر منم از ایران بیارید. اینجا مثلا قیمت دفترهای خیلی ساده که اینجا بهش میگن بلاک، مثلا حدود 2، 3، 4 یورو شاید هم بیشتر، بستگی به این داره که چه مارکی بخرید. تو این رنج قیمت هستن. خودکارینا مثلا از 1، 2 مثلا اینجور قیمت‌ها شروع میشه تا به بالا، بستگی داره بازم که چه مارکی میخواید بخرید. ولی اگه کسی هستید که خیلی مینویسید، قیمت‌ها خودتون مقایسه بکنید، میتونید خیلی راحت مثلا اگه دلتون میخواد از ایران با خودتون چند تا بیارید. ولی حواستون باشه که مثلا کلاسور آوردن، دفتر، کتابینا آوردن واقعا سنگینه، پس به این موضوع حواستون باشه. اگر مثلا آیپد چیزی دارید، خب تو آیپدتون میتونید همه چیزو بنویسید دیگه، در نتیجه نمیخواد دیگه مثلا با خودتون یالم دفتر و کاغذ و نمیدونم کتاب و خودکار و غلطی رو از این چیزا بیارید. نکته بعدی که خب فکر کنم هر کسی بهش آگاهه، لباسا و لباسای زیرتون، لباسای شخصیتون رو بیارید، فقط اونایی که دوستش دارید، و سعی کنید بیشتر لباسای گرم بیارید تا لباسای خنک و تابستون. نکته بعدی، وسیله که با خودتون بیارید، داروهای مورد نیازتونه. البته به نظر من برای مثلا 3-4 ماه اول اگه دارویی مصرف بکنید، مثلا مشکل تیروئیدی دارید یا هر چیزی، داروهاتون رو بیارید. بعدا میتونید اینجا برید پزشک خانواده براتون نسخه بنویسه و بگیرید. اگه هم داروی مثلا مسکن چیزی مصرف میکنید، مثلا برای چه میدونم 1 ورق 2 ورق با خودتون بیارید. وسیله بعدی که من خودم آوردم، سوهان و ناخونگیر و یه قیچی کوچیکه که به نظرم خیلی کاربردی هستش، که جای خاصی هم نمیگیره، وزنی هم نداره. داریم کم کم به آخرش نزدیک میشیم. اگه لنز خاصی مصرف میکنید، یعنی به جای عینک لنز میذارید، مثلا لنز سالانه یا هر چیزی، لنزتون رو بیارید. البته اینجا هم قیمت خیلی زیادی نداره. مثلا من لنز
6 تا دونه‌ش رو حدوداً 23 الی 25 یورو میخرم و ماهانه هستش. اگه میگم لنز خیلی خاصی دارید که اینجا ممکن پیدا نشه، با خودتون حتما بیارید. نکته بعدی اینه که چند تا کیسه چای یا همون کافی میکس اینا با خودتون بیارید، چون که تا برید بخرید اینا ممکنه مثلا یکی دو روز اول پیدا نکنید، یا مثلا حالا البته پیدا که میکنید ولی حالا مثلا نرید بیرون یا هر چیزی بخرید. چند تا کیسه چای اینا که وزنی نداره، میتونید با خودتون راحت بیارید. یه چیز دیگه هم که من خیلی به همین پیشنهاد میکنم بیارید، از این بقچه‌های زیپدار، نمیدونم دقیقاً اسمشون چیه، بقچه میگن چی میگن، ولی خب مثلا اولش اگه کمدی چیزی نداشته باشید میتونید خودتون همه اینا رو مرتب، مثلا لباساتون، مثلا شلوار جیناتون، هر چیزی، همه اینا رو مرتب بچینید و یه دسته‌بندی درست بکنید دیگه. اینطوری همه چیزتون قاطی پاتی نمیشه و بهتون کمک میکنه که نظم بدید به جایی که زندگی میکنید. نکته بعدی نخ سوزن و مثلا سنجاق قفلی. البته من خودم استفاده نکردم ولی خب توی لیستی بوده که من خودم آوردم و پیشنهادم میدم که بیارید. بالاخره اتفاق دیگه دگمه یه لباس میفته یا هر چیز. نکته یکی مونده به آخر، یه بالش یا روبالشی با خودتون بیارید. البته میتونید لباساتون اینا رو همه رو مثلا گوله بکنید یا یه فرمی بدید روش روبالشی بکشید بخوابید، ولی خب اگه میتونید یه بالش یا روبالشی با خودتون حتما داشته باشید. نکته آخر و اونم این که فکر کنم هر کسی دیگه میدونه، شارژر وسایل برقیشو با خودش بیاره که یادتون نره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایبتون منو حمایت بکنید. اگه وسیله دیگه‌ای هستش که شما با خودتون آوردید، خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسید تا بقیه هم بتونن ازشون استفاده بکنن. پس تا ویدیوی بعد، خدافظ.